سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان محترم. ظاهرا انگار که خیلی از دانشجوها هنوز مشکل داشتن با نصب نرم افزار. ویدیویی که پر میکنم در مورد ویدیویی که الان در خدمتتون هست در مورد نصب نرم افزاره و یه مقدار نکاتی که حالا نشد سر کلاس خیلی روشون مان افتاد. اولین نکته، اگر مثل من حالا احیانا ویندوز 11 روی سیستمتون دارید، حالا بهتره که با یه سری از نرم افزارها مثل VMware یه ویندوز 10 نصب بکنید و ترجیحاً ویندوزی پایین‌تر که بتونید نرم افزار ISE رو اونجا نصب بکنید، چون متاسفانه نرم افزار ISE با توجه به اینکه ورژنش هم خیلی قدیمیه، بگمونه مال سال 2014 باشه، روی ویندوز 11 نصب نمیشه و روی سری ایراد و اشکالاتی داره. حالا بالاترین ورژن قبل از ویندوز 11 از اونجایی که ویندوز 10 من روی ویمور ویندوز 10 نصب کردم که روی اون بهتون در واقع نحوه نصب نرم افزار و کرکش رو نشون بدم. نرم افزار رو حالا من در اختیار بعضی از دانشجوها قرار دادم. از سایت‌های مختلف هم میتونید دانلودش بکنید. فکر کنم حدود یه چیزی نزدیک شاید 6 7 گیگ یا شاید هم حالا بیشتر کمتر حجمش باشه. مراحل اولیه و ابتدایی نصب نرم افزار ساده است. فقط خب یه سری نکاتی که هست، اول شما اینترنت سیستمتون رو قطع بکنید، بعد حالا اگر آنتی ویروسی روی سیستمتون دارید آنتی ویروس رو غیر فعال کنید و بعد شروع به نصب نرم افزار کنید. تیکا رو بزنید و قسمت رو موافقت کنید. ورژن های مختلفی از نرم افزار، توصیه من اینه که کامل ترین ورژن رو نصب کنید و گزینه‌ای که میده به آخر highest design suite system edition، حالا حدودای 20 گیگ حجم میشه. دقت داشته باشید که سیستمتون حداقل در واقع 20 گیگ جای خالی داشته باشه. خب گزینه نکست رو بزنید. حالا اینا هم میتونید تمام گزینه‌ها رو فعال نگه دارید، اگرچه دیدم حالا بعضی وقتا گزینه آخر رو غیر فعال میکنم. نکست رو بزنید. اینجا رو تغییر ندید. ترجیحاً محل نصب نرم افزار رو تغییر ندید، همون محل اولیه خودش بذارید بمونه. و نکته خیلی مهم، اگر هم یک بار خواستید محل نصب نرم افزار رو تغییر بدید، حواستون باشه که توی اسم پوشه‌ای که انتخاب میکنید یه سری حالا اسمایی مثل، مثال بزنم، مثلا همین در به سی پروگرام فایل که میگید، اگر دقت بکنید یعنی پروگرام و فایل یه در واقع اسپیسه، اینو ازتون قبول نمیکنه. یا اینجا پرانتز در واقع x86، این هم باز امکان داره ازتون قبول نکنه، یعنی قطعا ازتون قبول نمیکنه. در واقع قوانینش مثل همون سینتکس های اسم در واقع حروف و اسم آیدنتیفایر هایی هست که بهتون گفتم سر کلاس. یه سر قوانین اگه به خاطر داشته باشیم بهتون گفته بود. خب ترجیحاً به نظر من همون محل پیش‌فرض خودش بذارید. نیکس بزنید و اینستال. خب و بایستید تا در واقع نرم افزار نصب بشه بسته به سرعت سیستمتون. خب اواخر مراحل نصب که میرسید امکان داره که در واقع سری از سوالات شما پرسیده بشه. حالا اینکه برای نصب در واقع ویژوال سی پلاس پلاس 2008
که اینا رو هم ترجیحاً نصب کنید همه رو. در واقع یه سری فایل‌های مکمل نصب و به راه اندازی نرم افزار کمک میکنن. باز یه سری از نرم افزارهای مکملی دیگه که واسه برنامه نیازه. این هم با یه سری درایور هم اینا رو هم نصب کنید. خب اگر مطلب روی سیستمتون داشته باشید احتمال اینکه این پنجره بیاد کمه. ولی خب الان من که فعلا روی سیستم مطلب ندارم، در واقع گزارش میدم که مطلب روی نرم افزار نیست. حالا یه ارتباطی میشه بین مطلب و آیسی برقرار کرد که موضوع خیلی درس ما هم نیست. که مسئله پیشرفته تری صرفا فقط اینو حالا ازش خارج بشید یا اوکیش بکنید بیاد بیرون. خب الان نرم افزار کامل نصب میشه. حالا این پنجره هم فعلا پنجره لایسنس هم فعلا ببندیمش، فعلا میبندیمش. مشکلی که بعد از نصب نرم افزار هست، شما وقتی نرم افزار رو باز میکنید یا نرم افزار کامل باز نمیشه یا اگر باز بشه حالا بعد از اینکه ارور بده به شما که لایسنس در واقع نیست، اگر بخواید لایسنس رو وارد بکنید در واقع بعد از لود لایسنس میبینید که کرش میکنه میاد بیرون. حالا بعضی وقتا اصلا امکان داره خود نرم افزار کرش میکنه ببنده. در هر صورت ایرادی هست که باید برطرف بشه. خب یه فایلی هست من در اختیارتون میذارم، یه عکسی، اون کامل توضیح داده. حالا نرم افزار رو کامل نصب میکنید، بعد حالا میبندید نرم افزار رو اگر نصب کنید توی محلی که نصبش کردیم به این آدرس میره. مرحله سوم این فایل رو باید پیدا بکنیم و اسمش رو به این تغییر بدیم. خب پیشنهاد من اینه که هر جا این فایل در واقع هر چی رو خواسته بود از شما تغییر بدین اسمش رو هر چی رو قبلش یه کپی ازش داشته باشید یه جایی. اگر یه بار اشتباهی کردید یا بکاپی ازش داشته باشید. خب اسمش رو به آخرش در واقع خب یه کپی از این فایل بگیرید اسمش رو به
خب حالا یکی از کپی ها رو به آدرس دیگه میبریم، آدرسی که نوشته. اشتباه رفتم. کامل. پیستش میکنیم اینجا. خب باز توی همین پوشه اینو پیدا میکنیم، فایلی که خواسته دوباره مثل همون مرحله قبل. قاعدتا الان باید مشکل نصب و کراک نرم حل شده باشه دیگه، کراش نکنیم. دیگه نیاز نیست. اگر دیدید، اگر دقت کرده باشید الان مشکلی به وجود نمیاد. خب و لایسنسش هم معمولا توی فایلی که دانلود میکنید برای نصب، قسمت کرک لایسنسش اونجا هست، همینجا انتخاب بکنید.